درود دوستان. ویلدورانت و بسیاری از کاتبان تاریخ که در دانشگاه ها لابرانت های اکادمیک دنیا تایید شدن، سلسله ایرانو خب میدونید، حالا از قبل هخامنشیان، از لولوبیا، گوتی ها و مات ها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان. اما در شاهنامه که دقت میکنید یک سلسله ای هست که در شاهنامه ازش نام برده شده که اون سلسله شواهدش هست. یعنی بعد از هخامنشیان سلسله‌ای به نام اشقانیان، بعد اشکانیان، اشقانیان مقرشون در جایی به نام آشخانه، اشخانه، که در خراسان شمالی، و اونجا پر از آثار زندگی، آثار و جالب تمام رخام‌های شیر و هر آنچه که به شاهان اشارت دارد. پدرام هستم.